حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب فقه اکبرش بیان میکند بسم الله الرحمن الرحیم و یرا فی الاخرة و یراه المؤمنون و هم فی الجنه. یعنی خداوند جل و علا را در دار آخرت دیده می شود. یعنی می بینند مؤمن ها در جنت خداوند جل و علا را می بینند. خداوند جل و علا را در جنت می بینند گفتنش این معنا نداره که خداوند جل و علا در جنت باشه، بلکه مؤمنان در حالت جنت بودنشان خداوند جل و علا را می بیند، به تشبیه، به کیفیت، به مکان و به جهت خداوند جل و علا را می بیند. و برای این دلیل حضرت امام اعظم رحمت الله علیه آیات های قرآنی و احادیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فراوان است که خداوند جل و علا در آیه 22 و 23 سوره قیامت می‌فرماید استعیذ بالله وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة صدق الله العظیم. در این آیه مبارکه خداوند جل جلاله ما و شما را خبر می‌دهد هر صاحب‌های روی‌ها در روز قیامت تازه و تابان به سوی پروردگارشان نظر کننده هستند گفته خدای تعالی صراحتاً قرآن را بیان میکند. و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان که حضرت جریر رضی الله تعالی عنه روایت میکند ما یک روز در مسجد نبوی صلی الله علیه و سلم که میگه ماه شب 14 بود، بسیار که ماه کاملا همون شب 14 ده پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ما را فرمودند انکم سترون ربکم کما ترون القمر فی هذه اللیله لا تضامون فی رؤیته. یعنی البته شما گفت پروردگارتان رو میبینی همچنانی که این ماه را میبینی. این ماه دیدن رنگ ماه که 14 پرشیدگی این خیلی نه، بلکه تشبیه رویت است که همچنانی که در مثلا ماه اولش هلال میگن، مطلق ماه قمر میگن و شب 14 همه شب بدر میگن. شاید انسان هایی که در بعضی چشم هاشون خلل داره، زیان داره، اونها نتوانند که یک چیز در اول ماه مثال که بینن همه هلاله، یکی وقتی که ماه 14 شد یگام کسته شبهه نمیمونه، پوشیده نمیمونه، همه میبینه. همچنانی که همه که میبینه شما هم خداوند جل و علا را در دار آخرت که همه خیل میبینی که برای دیدن یگام شک شبهه نیست. در دوام حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند لا تضامون فی رؤیته. در دیدن خداوند جل و علا هیچ کس شما را تنگی نمیکند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشون میفرماید که اهل جنت 100 مقام دارند، مابین هر مقام 500 ساله راه. همه اهل جنتی ها وقتی جنت بودن یکسان خداوند جل و علا رو میبینه، یگام کس تنگی نمیکنه. عادتا در دنیا اگر به شرطی هر کس اشتیاق داشته باشن در یک چیز تماشا کردنش یا دیدنش شاید تنگی کنه، شاید دیگران را ازدحام شوه، شاید بعضی آدم ها نبینن. مبادا همین خیل فکر، همین خیل خیال در فکر شما نیویده. گفته در اخیر حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که در رویت دیدن خداوند جل و علا هیچ کس شما را تنگی نمی کند که شما خداوند جل و علا را بی شبهه بی ممانعت شما میکنید میبینید. و برای همون تمام علمای اهل سنت و جماعت که اقرار دارند و دلیل دارند برای دیدن رویت پروردگار در دار آخرت. در شرح همین حدیث حضرت علامه ملا علی قاری رحمت الله علیه در کتاب شرحش بیان میکند که مذهب اهل سنت و جماعت این است که خداوند جل و علا را دیده می شود نه در جهت. و این حدیث تشبیه رویت بر رویت است، یعنی که دیدن خداوند جل و علا که همچنانی که بندگان که چرا ما هم میبینن به شبهه اینچنین خداوند جل و علا را میبینن به ما. این تشبیه مرئی به مرئی نیست که یعنی خداوند جل و علا رنگ شب 14 دیده شود. دیدن خداوند جل و علا به چگونگی. برای همون حضرت امام اعظم رحمت الله علیه
در کتاب وصیت نامه‌اش چنین می‌نگارد که دیدار خداوند جل و علا برای اهل بهشت بی چگونگی و بی مانند کردن، یعنی بی تشبیه کردن و بی جهت حق و ثابت است گفتگی.